به نام خداوندی که جان آفرید، سخن گفتن در زبان آفرید. اول السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به کل بینندگان شبکه صدای امید لایف. خوش آمدین برادرای عزیز به این شبکه ما. خب انشاءالله که امروز یکم روز برنامه صحبت با قاریان است. انشاءالله هر یک قاری که شما میخواهید که ما اونها رو آورده در اینجا صحبت آزاد بگذرانیم و نشید بخوانند و آیت های قرآن بخوانند و بشناسند که اونها کی هستند و کجاها خواندگی هستند. انشاءالله که همشه در همین شبکه صدای امید لایف میگیرین. از همین سبب آبونه شوین تا اینکه از این نوارها بخبر نمانید. در برنامه امروزه ما قاری محمد اقبال جان از شهر اصفهان است که این قاری جانی که در آزمون ما اشتراک داشت، در یکم آزمون ما بود. انشاءالله بسیاری خواهش کردن که میخواهیم که هم شخصیت بشناسیم، از کجا هسته، چقدر آوازی زیبا دارد. انشاءالله که از خودش میپرسیم. بله بسیاری نویسن که در اونجا این قاری جان نابینا هسته. البته انشاءالله که از خودش میپرسیم که سبب در چی است. خیلی در چند جا هم گفتگی هسته. انشاءالله خیلی با شاید که بسیاری ها ندونند، با انشاءالله که همه شخصشون گپ میزنن. ما شروع میکنیم. ای قاری جان با حضرت آخری برنامه تماشا کنین. برنامه قزقه انشاءالله. خب قاری جان خوش آمدین به برنامه صدای امید لایف. سلامت باشید. اولا سلام و درود بی پایان به کل آنهایی که شبکه صدای امید لایف را آبونه میشوند و انشاءالله تماشا میکنند. شاید که حاجت به معرفی کردن خود نباشد، الکی که نام من را گفتن ذکر کردن. انشاءالله باز یک بار دیگر ذکر میکنیم. انشاءالله محمد اقبال هستم، از دهه سرخ ناحیه اصفهان، یعنی پورتر فهمونیم ولایت سوغد هستیم و انشاءالله که هر سوالی که باشد آماده هستیم برای سلامت باشه قاری جان. راستی قاری جان بسیاری همین کامنت‌ها را میخونم، نویسندگی هستن که قاری جان چند ساله هستن که قدر آواز با قوت شیرین دارن. سلامت باشید، زنده باشید. راستی سال تولدی من 2000 می باشد برادر عزیز، 29 سپتامبر 2000 می باشم. سلامت باشید قاری جان. راستی میخواهم از حیات خود یگام قصه ها، یگام واقعه های شدگی باشد که فراموش نشونده باشد. اگر میگفتیم برای تماشابینان بسیار خوب میشد انشاءالله. خب راستی چی بگم، چگونه یعنی قصه هایی که در حیات خود یگام واقعه های شدگی هست که مثال همون دریا همیشه هست. خب راستی دریا مانده است. دریا عینی ها راستی هیچ چیز دریا دی من نمانده است. سلامت باشه قاری جان. راستی خیلی یک برادر با شما هم صحبت شده بودن، از شما پرسیدن که مثال سبب در چی بود. چشمای مبارک مثال نابینا شدگی هستن. اما شاید که این برادرانی که ما را تماشا میکنن اینها از اون نوار بیخبر باشن. باز یک بار دیگه میخوام از شما بپرسیم که قصه میکردین که این چشمان مبارک از کی نابینا شد، مادرزاد است، چگونه است، برای تماشابینان انشاءالله میگفتین. خب زنده باشید، تشکر زیاد. و اونهایی که سوال کردن انشاءالله با دقت باشن و چی گفتنی هستن برای آنها. خداوند وقتی که درد را میدهد انشاءالله هیچ این صبرش رو هم میدهد. برای همین من از مادرزادی نیست، یعنی یکیش چخیلی که در آن برنامه گفته بودم در چند ماهگی هم بود، خود نمیدونم راستی. یکی دیگرش در سن 11 ساله بودم. میدونید روزش رو نیز حتی در خاطر دارم. انشاءالله الله معاف کند اگر که خطا کنم. 19 اکتبر سال 2011 سال بود، وقتی که صبح میخیزم چنین میشود و خوب دیگرش رو دوامش رو وقتی که میگم انسان تصور نمیکنه دوستان عزیز. و الله وقتی که درد رو داد چخیل که گفتیم صبرش رو هم داده است و مهم قلب ماست نه چشم و دست و پای و دیگر جاها برادر عزیز. امیدوارم که آنهایی که در این موضوع سوال داده بودن جواب خود را پورتر گرفته باشند. فهمو سلامت باشین. البته قدرت خداوند بزرگ است. شاید که بعضی ها باور نکنند، دیده باور نمیکنند، بعضی ها با چشم میبینند واقعه ها را باور نمیکنند. چگونه که بعضی ها با وجود بودن خدا باور نمیکنند.
شاید که در این قصه شما بعضی ها شما باور نکنن که چه خیل در یک شب میخیزم و چشمم نمیبیند. خدا اگر بخواهد همون یکی میمیری که خودم نمیدونیست که میمیری، یکی همون لحظه جان را خدا میگیرد انشاءالله. خب قاری جان شما از اسفره هستین ها؟ بله 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 از دهه سرخ. خب انشاءالله قاری جان بهر تماشابینای ما یک غزل میخوندین اگر بسیار خوشحال میشیدیم. بله حتما انشاءالله میخونیم. آدم برای مردن است، در خاک تیره خفتن است، در گور جواب گفتن است. بیچاره مسکین آدمیم، بیچاره مسکین آدمیم. در این جهانی بی وفا، با ما فلک دارد جفا. دل را بگردان با صفا، بیچاره مسکین آدمیم، بیچاره مسکین آدمیم. دشمن درونی قلب ماست، صد گرگ و شیر و اژدهاست. خفته درونی سینه هاست، بیچاره مسکین آدمیم، بیچاره مسکین آدمیم. ای بی خبر دنیا نگر، دنیای پرغوغا نگر. تا کی حیاتی بی ثمر، بیچاره مسکین آدمیم، بیچاره مسکین آدمیم. تا کی بمانی جاودان، روزه روی از این جهان. در دل هزاران آرمان، بیچاره مسکین آدمیم، بیچاره مسکین آدمیم. بر خود مکن هرگز جفا، دل را بگردان با صفا. بر دین پاکی مصطفی، بیچاره مسکین آدمیم، بیچاره مسکین آدمیم. غافل مباشی یک دمی، دین را بیاموز هر دمی. غافل مباشی یک دمی، دین را بیاموز هر دمی. دین با تو باشد هر دمی، بیچاره مسکین آدمیم، بیچاره مسکین آدمیم. اللهم صل وسلم وبارك علیه. ای سلامت باشین قاری جان، بسیار آواز فارم دارین. الحمدلله انسان در گوش کردنش حلاوت میبرد. خطا نکنیم اگر همین شعر از استادمون محمد اقبال رقیبی است. بله 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 واقعا وقتی که بسیار غزل های ایشانو میخونیم شاید که بعضی رفران گویند که این خود می نویسد، لیکن در اصل خود نمی نویسیم. برادران دوستان عزیز، آنهایی که در سرشان چنین فکر یعنی میگذرد، استاد ما یعنی که می نویسند بسیار انسانی یعنی پاک وجدان هستند، یعنی بسیار چی میگن معنی شعرشان بلند است برای آنهایی که معنی شعر را میدونند. بله البته بسیار مهارت های خوب دارد. خطا نکنیم بسیار همین غزل های همین ایشان را همه زمزمه میکنه و ما هم نیز همه وقت از همین شعرهای استادمون محمد اقبال رقیبی انشاءالله که بهر شما زمزمه میکنیم.
خب قاری جان، بعضی همین کامنتاری رو ما میخونم، میگن که قاری جان صاحب زن هستن. نه حالا راستیم، حالا جوانی ما حالی جوانی. خب قاری جان، مثال این تماشابینان ما زنها هم هستن، مثال دختران مثال تماشا میکنن مونه. اگر یکی از اینها خواهشمند باشن که مثال با شما اولیدار شون، شما چی میگویید؟ خوب زنده باشد. به این سوال جواب دادن نمیتونم، من حال منظرت لیکی دوستی عزیز. سلامت باشین. انشاءالله که میشد همش خدا خواسته باشد. میگم شما رو همین آوازتون به نهایت آواز شیرین است، ماشاءالله هست. خب قاری جان، بهر همان انسان هایی که مثال چشم بینا دارند، بهر همون انسان هایی که مثال عقل رسا دارند، پای روان دارند، تنی سالم دارند، اما به خطاگی ها رخ میدهند، چه گفتنی هستی؟ برای اونها چی گفتنی هستم؟ گفتنی هستم که الله هدایتشان کنه، برای اون که چونین به قدر نعمت های زیبایی که خداوند بزرگ داده است نمیرسند. برای همین بحر اونها گفتنی هستم که مرگ روزه نشود که ما و شما را غافلگیر کند برادران و دوستان عزیزم. برای همین نمازها رو در وقتش ادا کنیم انشاءالله و در ذکر و یاد خداوند بزرگ باشید. سلامت باشیم قاری جان. می ندارستیم میگه شیخ کران و کران و گنگان داخل جنت نمی شوند، اما بعضی ها فکر میکنند که انسان هایی که از چشم محروم هستند، انسان هایی که زبانشان کار نمیکند، انسان هایی که گوشانشان کرسته، بسیاری همین فکر میکنند. نه، این خیلی نیست. کران همان انسانی را میگه که حقیقت میشنود، عمل ندارد، برای بابت رفتن میگیرد. گنگان همون شخصیت ها را میگن که از دین خدا با خبر هستند، میدانند، سخن نمیکنند. مثال یا ما یا دیگران میدانند، به یک کسی دیگرش نمیرساند. و کران همون شخصیت هایی هستند که میبینند حقیقت و از حقیقت دور میشوند. لیکن برادرای عزیز، خداوند در این دنیا کسی را معیوب کرد، کسی را نابینا کرد، کسی را از یک عضو بدنش را مثال از کار ماند. روز قیامت همه اینها سالم هستند. باور کنین نابینا آرزوی دیدن نمیکند، دیدن آرزوی کور میکند. انسانی که از دین خدا و رسول با خبر است. ما این روزها میبینیم در راه و راه چه به تربیگی ها را میبینیم، چه کارهای ناخوب میبینیم، اما فکر نمیکنیم که گناه در نامه اعمال ما رفته ایستاده است. قاری جان، یک سوال دیگر دارم. آیا از همین نابینایی خود یکم شکایتی هست یا نه؟ نه، شکایت کردن برای ما نمیزیبد، چون که وقتی که این چشمان رویانی که الله داد، برای چی یک بار من شکایت نکردم؟ وقتی که میگرد برای چی من یعنی که شکایت کنم؟ میگوین از شکر شکر زیاده گردد، ناشکر زخر پیاده گردد. سلام باشه قاری جان. حضرت ایوب پیامبر خدا، اون هم به بعض روایت ها 18 سال بیمار بود و در زیر قم بود. میگه حتی میگه همون بدنش کیرم کرده بود. بعضی روایت ها میبیارن که همین کیرمک که امروز ما میگیریم مثال پیله میگن و میگیرن مثال پخته میکنند و مثال رشته میسازند، بعضی از روایت ها همین میدونن که از همون کیرم حضرت ایوب است. روز همسر حضرت ایوب گفته پیغمبر خدا، تو پیغمبر خدا هستی، دعای شما قبول است در نزد خدا، چرا بار دعا نمیکنی که خدای بیماری از تو دور کند؟ حضرت ایوب فرمود ای همسر جان، من 70 سال سالم بودم، تا اگر 70 سال بیمار نشوم من شرم میکنم در درگاه خدا که طلب دعا کنم که خدا مرا شفا بده.
الله اکبر. ببینین در چه بیماری ها بدند شکرانه می کردند. امروز ما و شما اگر یک پایمان کمتر درد کند، یک گریپ قپمونه، نماز ترک میکنیم، از پی طبیب میشویم. از پی طبیب میشویم. البته که 18 سال با اون قدر بیماری قاری جان خود میدونید که مشقت کشیدند و دعا نکردند در درگاه خداوند، لیکن امروز ما سالم هستیم، سالم نماز نمیخوانیم. بله حقیقتا. و با نزد طبیب هم که رفتیم، طبیب هم چی میگوید؟ او الکی بیماری شما گذشته است. بله. با اجل نه طبیب است نه دیگر و دیگر دوای یافتن نمیتواند. البته روز قیامت که میشود هر یک شخصیت که میخیزانه میپرسند چرا نماز نگذاشتی؟ میگه من بیمار بودم خدایا. حضرت ایوب میگه میارن، حضرت ایوب میبینن که ایوب هم بیمار بود، 18 سال در زیر قم خوابید، لیکن از ساعت عبادت خدا دور نبود. شخصی را میخیزانند و میگویند چرا نماز نخواندی؟ میگه من غلام بودم. حضرت یوسف میخیزاند، یوسف هم غلام بود که. شخصی را میخیزانند میگویند تو چرا نماز نخواندی؟ میگه من پول مال زیاد داشتم. شخص دیگری رو میخیزانند میپرسند تو چرا نماز نخواندی؟ میگوید خدایا من ثروت زیاد داشتم، مال زیاد داشتم، به همون مشغول بودم، از همین سبب من نماز ترک کردم. حضرت سلیمان هم میارن که حضرت سلیمان چنان بایگری داشت که اگر این دنیا را 10 تاشه میخرید پولش همون قدر زیادی بود. و انسان که بهانه گفتن میگیرد. شخصی را میخیزانند میگن تو چرا نماز نخواندی؟ میگه من فقیر بودم خدایا، از دمی رزق و روزی بدم. حضرت عیسی را میخیزانند که یک نشانه از حضرت عیسی تا امروز یک کاسه نمانده است. هر بهانه‌ای که ما و شما میکنیم بهانه نیست. بله که شاعر هم میگوید سی معذوری اجازت روزه خوردن، نماز را نیست اجازت تا بمردن. بله بله. نیا که زی میگه اگر یکم حالت شود که مثلا بیماری است، یکم مشکلی داری، میگه روزه را میشد که مثلا که بخری و با بعدم بگیری، اما نماز نمیشود که فردا میخونمش، این روز ترکش کنم قضاش میکنم و بیگه میخونمش، نمیشود. کجای خطا کرده باشیم خداوند ما رو ببخشد، شما هم نیز ما رو ببخشید. خب از قاری جان یک خواهش میکنیم که قاری جان اگر اجازت باشد یک 4 آیت میخوندین ان شاء الله برای تماشابینای ما خوشحال میشیدیم. بله ان شاء الله که حتما قرائت میکنیم. لیکن اگر که از ما خطاگی شد اول الله مهربان ما رو عفو و مغفرت بنماید. و استادانی که گوش میکنن برای آنها چی گفتنی هستیم که خب ما راستی چه خیلی که گفته بودیم در آزمون ها نیست که از یعنی که تلفن یعنی از ثبت گوش میکنیم. برای همین در تجوید کمی که خطاگاهی که شد اولا الله ببخشد و از همه شما منظرم میپرسم. سلامت باشی. بله برادرای عزیز یه چیز دیگه همجا بگم تونه که یعنی که قاری جان میگه که اگه تجوید اگه جایش ده که مثال خطاگی کردم شما ببخشید، چون که همه مثال خواندن قاری جان از گوش کردن است. ما امروز چشم داریم نمیدانیم، چشم داریم قرآن خواندن نمیتونیم. وای بر حال ما. خب قاری جان بخشش وقتتون رو گرفتیم ان شاء الله که شروع کنین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا
سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظیم. سلامت باشین قاری جان. اولا مینداری از اون هستیم که امروز مهمانی ما شدین. الحمدلله رد نکردین، آمدین با ما نشستین. باور کنین قدم شما به این خانه ما این یک نعمت، یک فیض برکت است انشاءالله که خود میدونیم. مثال یک قاری چقدر قدر منزلت بزرگی داره. یک قاری چندین شخصیت ها را میتواند که شفاعت کند. یک روز قیامت اگر ما طرف دوزخ رفتیم قاری جان همونجا ما را شفاعت برسد. ما را شفاعت کن انشاءالله. هم دیگر انشاءالله همه ما را انشاءالله همنشین رسول خدا صلی الله علیه و سلم بگرداند. همه ما دسته دسته چون دسته های گل انشاءالله همراه باشیم پروردگارا. و در آخر سخن گفتنی هستم که به هر یکی که شما برادران عزیز در حق ما دعای خیر کنید. دعای خیرتان برای ما همین خدمت بزرگ است، باور کنید. و الله مهربان باقی نگهبان هر یک ما و شما باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلامت باشین برادرای عزیز. البته بهتر از دعا برای ما دیگر چیزی نیست. از شما در حق ما دعا انشاءالله که بدونین که ما همه وقت در حق شما دعاگو هستیم. همه وقت از قاری جان هم در حق شما همیشه دعا طلب میکنیم. و بهر تماشابینانی که تماشا کرده استند همه لایک میمونن. همه لایک هم قاری جان یعنی که به من پسند آمد، معقول شد گفته همه لایک است. انشاءالله که این تا روز قیامت در نامه اعمال آنهایی که میگذارند لایک را حتما تا روز قیامت در نامه اعمالشان با خواست پروردگار پاک میرود. البته بعضی ها میگویند که شما فقط برای لایک کار میکنین و برای پدپسازه کار میکنین. سبب پدپسازه کردن گفتن ما این است که شما از همین سخنها بخبر نمانید. پدپسازه که کردید و آبونه که شدید یعنی که ما نوارا پارتوزمش به شما میبراید. و لایک ماندن یعنی که به شما پسند آمد، معقولتان شد. با همین مثال ویدیو را با قدر میکند انشاءالله. اگر که نمانیدم پروایی نداریم، یگان پروا نداریم. هر کس میکنه برای جان خودش میکنه. بله در حقیقت هم دوست عزیز درست خیر کردید که چنین است. باور کنید امروز مردم ما نمیتونن چی شده است که وقتی که برای مبلغ باشد هم مرحمت اون مبلغ را شما نمیدید برادران عزیز. اونهایی که چنین فکری خطا میکنید. بله اون یعنی که مبلغ به دست بیارین هم چنین گونه با سخنهای زیبا اون مبلغ حلال باشد. سخن را زیاد کردیم. از همه آنهایی که این نوار را تماشا میکنید منظرت میخوایم بار دیگر انشاءالله. سلامت باشین. شبکه قاری جان با نام قاری محمد اقبال است. انا همین شبکه و سلک در زیر ویدیو و در کامنتاریا ماندگی هستیم. شما میتوانید که داخل شوین. خب شما میتوانید در شبکه قاری جان آبونه شوین و از ثبت های بهترین و انشاءالله پندای بهترین با خبر بشوین. برای همینقدر سلک در زیر ویدیو در اومده آبونه شوین. قاری جان رو دستگیری کنین انشاءالله. از قاری جان چی پروای چیزی ندارد، تنها میخواهد که یک نشید، یک آیت قرآن، یک قصه بحری تماشابینان برسانه. همین سبب در اومده آبونه شوین. خداوند یار و مددگارتان باشد. فی امان الله.